طی چند سال اخیر اطراف شهر ترسونزاده به کلی تغییر یافته، موضوع کشاد بیکار خوابیده به گلگشت و مکانی آباد و زیبا مبدل گردیدند. یکی از آبادکاری‌های سال روان انجام داده این موضوع سیرگشت ساکنان در حدود شهر که مساحت عمومی آن نزدیک 1 هکتار را تشکیل می‌دهد. این موضوع فراغتی با دستور سپارش‌های به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان نخستین مراتب در جشن نوروزی بین المللی مورد استفاده ساکنان قرار داده شده بود. اقدام نوبتی راهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده که من بعد از جانب هنرمندان شعبه فرهنگ هر هفته روزهای استراحت عملی می شود از همین مکان زیبا آغاز یافت. قسمت بیگاهی روز ساکنان کسب و کار گوناگون نورسان و کودکان در این باغ فراغتی جمع آمده بودند. امروز ما با این باغ تشریف آوردیم و شکرانه از آن می‌نماییم که محض با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان محترم علی رحمان و با دستگیری رئیس شهرمان ما جوانان آزادانه به سیر و گشت میبریم. چنین برنامه‌های کنسرتی و فرهنگی برگزار می‌گردد. من پیش از همه مینه‌داری صمیمی خویش را به شخصانی که این گونه چرابینی‌ها را تشکیل کردند میرسانم و خواهان آنم که باز این گونه چرابینی‌ها باز هم زیادتر شود. شکرانه این آزادی، شکرانه این ملک آباد میکنم که این خیلی جای تماشاگاه تیار کردند که ما در اینجا آزادانه سیر و گشت میکنیم. هر یک نفر با طبع خوش و بالیده و شکرگزاری از فضای صلح و ثبات وطن عزیز و شکوفان تاجیکستان صاحب استقلال با تماشای برنامه‌های رنگین فرهنگی اشتراک نمودند. شهروندان شهر ترسونزاده از تماشای برنامه‌های جالب و رنگین هنرمندان شعبه فرهنگ نزد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده تأثیرات خود را چنین بیان کردند. ما خرسندیم که شهر ما خیلی آباد است. مردم راقی شروع و میاین تماشا میکنن. همه خرسنده اینا کنسرت شده است. ما به حد خرسنده. ما میخواهیم که همین خیلی سال در سال همین چیزامون خوشرو باشد، آباد باشد. اولا ما از اون شکر میکنیم که در چنین دولتی صاحب استقلال زندگی میکنیم. این از اون شهادت میدهد که پیشوای ملت جناب علی امام رحمان برای ما جوانان چنین شرایط‌های مهیا فراهم آوردند. ما از اون باید شکر کنیم و با بهای خوب اعلی خوانده همین برای خلق خود صادق باشیم و در آینده پرچم جمهوری را بلند برداشته همین صادق همین جمهوری تاجیکستان باشیم. در این مکان سیرگشت ساکنان کرسی‌های زمانوی نصب گردیده اطراف بزمگاه با گل‌های هرخیله آرا داده شده است. تشکیل برنامه رنگین کنسرتی در این گوشه شکوفان باز هم جالب و دیدنی بود. اهالی مهنتکش شهر ترسونزاده اقدام نوبتی راهبریت مقامات محلی را به خوشی پذیرفته با صمیمیت تام تا درگاه خرسندی داشتند. باعث خرسندی است که در چنین یک دولت آباد و زیبا زندگی داریم. یعنی صلح و وحدت و امنیت همه شهروندان را یعنی که آزادانه فرا گرفته است که چنین یک زیبایی را به خود تجسم نمایند و وظیفه هر یک ما صنعتکاران در آن است که به خاطر هر یک شهروند، به خاطر وطن عزیزمان، به خاطر هر یک انعمان سنگ و خاک دیار حتی جان فدا باشیم، خدمت کنیم و سرودهای تازه ایجاد کنیم و برای وطن عزیزمان خدمت کنیم. در این روز برنامه رنگین پیشنهاد نموده شعبه فرهنگ نزد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده که عبارت از شعر و ترانه، صحنه‌های جالب و رقص‌های مفتون کننده بود مقبول حاضرین گشت.